بعضی هم میگن همین خدا کریمه، یه برد زبونشونه که میگن. تا اونجا که ما دیدیم تایپه خدا کریمه همیشه گرفتارن، یا جلو بیمارستانن، یا تو صف داروخونی هن، یا در دادگاهن، یا زندانن، خونه ندارن، یا بدهکارن، همش مشکلات پشت هم مشکل دارن. تایپه خدا کریمه همیشه آواره بودن و بدبخت بودن که ما خودمون یکیشیم. تایپه زیادی هم مثلا یکی دوتی هم نیستن. وقت اونه هم که نزول میدن، اونه هم که به امر خدا نیستن، اونا بیشتر ما دیدیم تو رفاهیم، هیچ ناراحتی هیچ مشکل هم برشون رخ نمیده. تایپه خدا کریمی هم همیشه یا از دکتر میان یا میخوان برن دکتر، یا عقب آمبولانس میرن یا عقب آمبولانس برمیگردن میان.